امروز قراره که بهترین میم ها و ساده ترین میم هایی که توی یوتیوب و اینستا میبینین رو بهتون یه سایت معرفی کنم که راحت بتونین همشون رو مثل آب خوردن دانلود کنید. خب برای این آموزش فقط نیاز به برنامه گوگل دارید که باید به داخل سرچش بنویسید ویلیپ اس وای. نمیدونم تلفظش چجوریه ولی من همینجوری گفتم که شما بفهمید. وقتی که اومد روی اولین سایت بزنید توجه داشته باشید که این کلیپ ها یا همه میم ها اصلا کپی رایت ندارن و کپی رایت نمیخورن. خب همچون که اونی کلی میم واسه همون آورده، چه نوستالژی چه قدیمی. مثلا این طرف هست میک نایس، خیلی قدیمیه ولی میم هایی که مثلا اون برنامه کودکه خیلی خوبن. اینجا هم که مارک کردم میتونید میمی که سرچ کنید و پیدا کنید و دانلود کنید. همچون که میبینید کلی میم داره. بیاید پایینتر. همونجوری که میبینید 1 2 3 4 داره که تعداد صفحات هست و بزنید روی 2 صفحه بعدی میاد و همونجوری که میبینید کلی بازم میم داره. برای دانلودش هم فقط کافیه که یک بار بزنید رو میم. وقتی که زدید این صفحه براتون باز میشه که میتونید از اون گزینه شیر کنید، از اون گزینه که دانلود داره عکس فلش روی میز داره میتونید راحت دانلود کنید. وقتی بزنید روی آیکون دانلود این صفحه بالا براتون باز میشه که می‌نویسه که فایل دانلودد، یعنی فایلتون دانلود شده. بزنید روش میتونید میمتون رو ببینید که داره واسهتون نشون میده. به همین سادگی میتونید میم های بدون کپی رایت و خیلی خوب و خیلی قدیمی یا خیلی جدید رو میتونید از این سایت خوب دانلود کنید.